سلام و درود خدمت همه، خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. اینجا با یوسف داداشم. خب سلام عرض میکنم به بچه ها. امیدوارم که حال همگی خوب باشه. ممنونم از بچه ها که خیلی خوب حمایت کردم ویدیو قبلی پارت یک اسکجوالو. اگه ندیدید حتما برید ببینید. واسه اول کار خوبه، یه 5 تا 10 تا لایک گرفت، یه 20 تا هم ویو گرفت، سابسکرایبر هم فکر کنم به 7 رسید، خیلی خوبه. و الان هم اومدیم با باشگاه رولت، یه بازی روسیه که بهش میگن رولت روسی، که حالا بریم ببینیم چی جوریه. کارن استارت کن. پیشنهاد میشه هم هدفون بذارید، ممکنه ما یه چیزی از درمون در بیاد. آره با خانواده این ویدیو رو ببینید ولی با هدفون ببینید. چیزی نبینید. گن زدم. اشکاله. برادر ویدیو یوتیوبش فشار آورده. حاجی میگم با خانواده من میذارم اینا رو تو ویدیو. گوه میخوری بذاری باشه. حاجی بریم واجه. میگم با خانواده ببینید ولی هدفون بذارید، خیلی خوب بود حاجی. وقتی ادیتشون از بیرون دیدید توش همچین جمله شاهکاری بود میفهمید. نوکرم نه خب اینا بگذاریم بریم سراغ بازی. یه سری آیتم میده اول بازی. الانم نگاه نکردم چند تا تیر پر و خالی داشت. 2 تا پر، یه دونه خالی. خب این الان ذره‌بین رو گرفت، تیر رو دید که چیه و میتونه به من شلیک کنه. بازیدنمون بله هرچی بود برداشت. چه قولی میداد نمیزد. حساب شده است دارم همه اینا. ای گونگش آفا خیلی زد. بازی سرویس شد. خب یه سیار بزنیم، اینم خالی کنیم. ایوه من این نگفتی دوتا جنگی یه دونه مشقی. آره ولی خب من اونو دیفیوز کردم. فیوز ای حواسم نباز. یا تیار خودم ببینم 5 تا 3 تا. اوکی حواسم نباز. درست گفتی. خب دوباره تیر رو دید. راندو واگذار کردم. خیلی بازی میریم برای رانده 2. اینو به بازم میگه رسما من متریال ها رو برداریم. از 6 تا 3 تاش بره. خب نوبت بنده است. چی تو بزنم؟ سیه بده بیاد یه سگ. حرکت سیما بزنیم اینجا. یه ران سیکتیریشو بزنیم. یه دونه سب در دو شاتگان. این هم از خود یه ریسک پر هیجان بزنم. اوف 50-50 دیگه.
اوفه یه جون داره سرویسش کردم. این تیره به احتمال زیاد. ای وای چه حالی بده تیر باشه. اگه تیر باشه این کاری که کرد برعکسش میشه به تیر مشکی. خب خب پس این چیه؟ 100% جنگیه. پس الان میری راند بعدی. بیا مرده. الان از 3 تا دست یکی هر کی این راند ببره تمام. خب میریم برای مرحله سوم با 3 تا رو که بریم. کاره نشون میشه. اوه 50 از دوتا یکیش کره عالی شد. این که خیلی دهنم سرویسه که سیه. واو بکنم آجی کلم باختم. چجوری؟ چی شد؟ چیکار کردی نتونستی بزنی آجی منو پشما؟ باورم نمیشه. از 6 تا 4 تا وای با منم هست ای جان. هیچی دیگه دوستان عزیز کونم پاره است. خیلی خوشحال شدم که تا آخر منم همچنین. میخوام خالیت کنم. یعنی این چیز وسایلات کنم. تو با تربیتی با تربیت بزن ببینم. آخه ناراحت نشدم اصلا. یه قرم دوست دارم یه اینورتر بزنیم. بوم. خواهش میکنم اصلا نیاز به تشویق نیست. من برنده همیشه هستم و 3 دست این بازیکن میبره. آره داشت 2 بار 3 دست. چه؟ 3 دست تو بردی آخه هر اون یعنی من از 2 تا دست بردم یه دست باختم ولی در کل که بردم. می برای یه بازی دیگه بعدش خوشگله. خب الان تایم ویدیو چقدر شده؟ 7-8 دقیقه. خوبه بریم برای بعدی. بذار کاستومایز بذارم. کاستومایز نه چیزی اضافه نکنم. عادیش بذار باشه. آره بذار عادیش باشه. عادیش بیشتر عادی چون یه بخشی داره مثلا ستینگ و اینا میتونین کلا تغییر بدین. حالا اگه خواستین آموزشش رو میتونین بذارین که توی بازی ها چه کاری انجام بدین. اگه سوالی چیزش یه قسمتی داره باکشاد رو که میتونین آیتم های بیشتری اضافه کنین یا مثلا تیراشو کم اضافه کنین. کلا چیز میده. من خودم حالت عادیش بیشتر رو میریم برای راند اول. و خواستم یه چیزی به کسایی که دارن ویدیو میبینن بگم یه کامنت بذارید دوستان. ما کامنتاتون رو میکنیم. کامنت نذاشته بود. لایک بود، سابسکرایب بود، ویدیو خوبم بود، کامنت ها ندیدیم. ما جوابتون رو میدیم و لایک میکنیم. بیشترین و مهمترین چیز لایک و حساب بعدش کامنت. لایک و حساب زدی کامنت هم زنگوله هم بزن که هر موقع ویدیو گذاشتیم. آره ما ویدیو زیاد بزنیم. دوست بین همه حرفا سیکتیر منزل حالا نوبت من. خب دوست عزیز
یه دونه بخور. این پر 100%. کی گفته؟ من اولش ندیدم دقیقا چند تا تیر می‌خورم ولی خوب گرفتم بچه. خب از 6 تا 3 تاش بره با منم هست. بله با سلطان شروع میشه. سلطان بله سلطان. ببین هر کی اونو برداره کونی. چرا؟ میریم برای حرکت های زیبا. برد دیگه پلشت. نه بابا این همه جون داری چی؟ حتی این همه که نه. آره این همه جون 4 تا 3 تا بود. بله بایی شد بخورش اول. از 6 تا 3 تا پس بذار خودم بزن. مشقیه. بله مشقی معلومه که مشقی. ماشاءالله. اوف چه کردم واج. اینی هم که اگه تیر باشه خوردیم دیگه. نبود. حالا تیره یا نه مسئله این است. باید تیر باشه به احتمال زیاد. تیره. آره گفتم تیره. 10 بار نگویم فهمیدم. پلشت. چند تا تیر زدیم؟ 3 تا زدیم. پس اوکی فریشه. حالا میزنیم به تو یا میخوره یا نمیخوره. بیه داداش بیلخ میدونستم مشقه دیگه. خودم نزدم که ریسک بزرگ نکنم. آوره داداش از 4 تا 2 تاش بود. 50 بله سیگار تو بده به من رفیق رو پا من بزنم. ببینیم چه میکنم. اینو که بد خوردم 100% خوردم و بدم اصلا شک نکن. یعنی زمنمون رو آوردی جلو چشم. بله خداحافظ زیکی. همون شد. نه خدا رو شد یه جون دارم. خب من الان با اینه چیکار کنم آخه؟ دلقک کنم بگی فقط به درد کردن تکون میخون آخه. اوفه اینجا سخته دیگه. اینجا خیلی سخت و ریسکیه. وایسا ببینم چی بوده. مرسی که این کارو البته اگه اتفاق بیفته. مرسی خدا رو شکر جنگی افتاد بیرون. خدا رو شکر. میدونستم این مشکل کدام خوشحالی کرد. خدا رو شکر. اینجا بینید با منم هست. به حاجه چیز خوب دوست دارم که باورم نمیشه یکی بیاد پیدا کنه قدر اونو میدونه. سیشتی بای به 2 مچو بردم. بابا دیگه اصلا برنده معلوم همیشه دیگه. لازم به گفتن نیست. تو کامنت برنده رو بگید. واقعا من مظلوم بودم. فکرم راند دورم بردم. رفتم راند بعد. یا این پلشت برد به با ظلم. من مظلوم یا این پلشت با ظلم. بسیم این دست کون تارست فشاری شده. سرویس شده میشه.
سرویس کنید دست دیگه پاچمون بالاست. تو لنگات بالا سر زمین دست سیکتی عالی. چه کنم اینجا؟ یس نه یکی میاد پیدا کنه. نوبت منه تویی؟ آره خب بردی ها چی؟ میریم برا فینال ها فینال. هر جوری حساب کنی من بردم. سیگیرم خورد و عالی شد. میخوام قشنگ کار کنم فرو بره تا تحت کونت بشاری کردی باش. یه دسته داریم یه نوبت ما هم میرسه. آقا نوکرم سوم و راند آخر اگه کارم ببره یه ستاراند و کامل نمونم، یه ستاراند و کامل کارم میشیم مساوی، ولی اگه من ببرم کلا برد. اگه بشیم مساوی من پارت دیگر هم بگیریم، ولی خب این ویدیو جا نمیشه. این ویدیو دیگه جا نمیشه ولی پارت دیگر از 5 تا 3 تاش برد. خب با منم هست با دستی که با تو شروع میشه تو بردی. البته دکه خرم نداری تو دستت ولی خب آره، ولی خب مهم چیه؟ عقل ریدی نداشت. عقل آقا ریدم ان تو مغزته. الان تو مغزته او چی گفتم؟ مغزته مغز کلته پلش. فارسی تو چند شدی؟ فارسیمو نیم الان فهمیدی فارسیمو چند شدم؟ یکی من بزن یکی تو بزن. فهمید فارسیمو چند شدم؟ لازم بگفتم نیست. میخوام ریسک کنم. ریسک چی کنی بابا؟ معلومه چیه دیگه. بیا میگه احمق بزرگ فشاری رو نگاه سیگار هم نکشید. اگه به تو 2 برابر نده من کارم جمع خوبه که خب فکر کنم این دست و بوجی 50 که دوباره میخوای ذره‌بین بزن؟ نه دیگه تو ذره‌بین من عقلم اینش کمه پدر. ذره‌بین نمیخواست. خب من شروع میشه. اگه یه سیگار دیگه هم به من بده. یوسف پاره کی گفته من پارم؟ کی گفته من پارم؟ الان قراره هرچی گفتی بره فرو. خوبی؟ من نمیگم ولی تو بازی فرو میکنم. اول از این یه آدرنالین مشتی و پرطرفدار. دیر نباشه چی؟ و برنده کل این قسمت یوسف میشه. به همین سادگی و خوشمزگی نشون میده که کی باهوشتر است و کی عقلش بیشتر. خسته نباشید. ویدیو خوبی بود. حتما لایک کنید، سابسکرایب کنید، کامنت بذارید.
خودتون به ما انرژی میدید. دمتون دمتون گرم. گرم. عشق مجلسا خداحافظ تا یه ویدیو دیگه پر انرژی شاد بمونید. برگردیم.